پس از سفر کاری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو به تاجیکستان، امروز در مجلسگاه اتفاق نویسندگان تاجیکستان میزی مدور در موضوع مسئله‌های رشد رابطه‌های ادبی در مرحله نو دایر شد. در میزی مدور دایر به همکاری‌های ادبی کشورهای همزبان بلاروس و هند و پاکستان معروضه‌ها ارائه گردید. مخصوصاً عبدالله رهنما مدیر شعبه رابطه‌های ادبی اتفاق نویسندگان تاجیکستان بیان داشت که اگر 10 ساله اخیر را بگیریم، در این دوره اثرهای حدود 100 ادیب تاجیک با زبانهای گوناگون دنیا ترجمه شدند که نشاندادی خوب است. با گفته عبدالله رهنما، سمت مناسبت‌های ادبی ما با کشور بلاروس نظر به دیگر سمت‌ها خیلی موفق می‌باشد. اگر ما سمت‌های خیلی موفق را ذکر کنیم، ما از این میان سمت مناسبت‌های ما با کشور بلاروس در ساحه ادبیات رو میتونیم همچنین یک سمت موفق و پربار ذکر کنیم. بیش از 20 کتاب ادیبان تاجیکستان و بلاروس در دو کشور ترجمه و نشر شده است و علاوه بر این 20 کتاب ده‌ها شعر، حکایه، داستان، نویل به طور علاهیده چاپ شده در مجله و روزنامه‌های ما نشر گشته است. پروفسور مرتضی زیندین‌زاده راجع به موضوع رشد رابطه‌های ادبی در مثال پیوندهای ادبی تاجیکستان و بلاروس معروضه کرده ذکر نمود که دوره اولی رابطه‌های ادبی خلق‌های تاجیک و بلاروس این زمان عمومیت نزدیک تاریخی داشتن خلق‌های اسلاوی نژاد و یادگاری‌های مشترک ادبی این خلق‌ها راست می‌آید که نیاز به پژوهش گسترده دارد. مرتضی زیندین‌زاده زمان دیگری رشد رابطه‌های ادبی خلق‌های تاجیک و بلاروس را عهد شوروی می‌داند. پروفسور مرتضی زیندین‌زاده در ادامه گفت که آید به جریان رشد رابطه‌های پربار خلق‌های تاجیک و بلاروس در این دور ادبیات شناسان و ادیبان تاجیک در موارد و قالب‌های گوناگون ابراز نظر نمودند که در این مختصر مورد استفاده قرار گرفتند. نظر عمومی در این مورد آن است که رابطه‌های ادبی خلق‌های تاجیک و بلاروس از انتشار نمونه‌های ایجادیات دهانی خلق بلاروسی توترکا یعنی صحبت‌های منظوم در تاجیکستان آغاز گردیده با پیدا گردیدن رشته‌های دوستی میان سیماهای برجسته دو ادبیات و ترجمه بهترین نمونه‌های نظم و نثر تاجیک و بلاروس تقویت یافته است. رستمی وهاب شاعر خلقی تاجیکستان در مورد رشد رابطه‌های ادبی با کشورهای همزبان قید نمود که امروز یک تاجیک دایر به شاعران ادبیات معاصر ایران نسبت به یک ایرانی معلومات زیاد دارد. در تکیه به این گفته‌ها رستمی وهاب چنین مثال آورد: یک تاجیک امروز با برکت این رفتار نسبت به یک ایرانی درباره ادبیات معاصر ایران و شاعران معاصر ایران خیلی بیشتر از آن اطلاع دارد که یک ایرانی درباره یک ادیب معاصر تاجیک. ولی وقتی که ما در ایران رفتیم مثلا موردهای شد که اطراف ایجادیات لاهوتی و ارزش آن لازم شد که ما بحث کنیم تا اینکه حق لاهوتی را در دوران بعد از به شوروی آمدنش ثابت سرایان. البته آنها از روی بدبینی یا یگان غرض خاص نیست، فقط یک چیز است، یعنی اطلاع ندارم. در ادامه میز مدور دایر بر رشد رابطه‌های ادبی با کشورهای هند و پاکستان نیز معروضه شنیده شده قید گشت که سهم ادیبان تاجیک در ترجمه کتاب‌های ادیبان دیگر کشورها نیز بی‌سابقه میباشد. در فرجام میز مدور به حاضرین از آثار ادیبان هندو و پاکستان سرودها از جانب پروفسور سیفالدین اکرم پیشنهاد گردید. پروین سمندرزاده، رادیوی تاجیکستان.